سلام بچه، چطورید؟ بچه من دیشب داشتم ساعت 1 شب کالاف فلیم دادم. یه از کالاف رفتم بیرون، فیلترم خاموش کنم، بیام داخل دیدم مد شروع شده و من باگ خوردم، رو هوا موندم. با اینکه رو حالت این جتم، رو این حالتی هم که پراش چی اسمش چتر باز میکنه میاد پایین، اما پایین نمیرم، همین بالا موندم. بعد بالا حرکت هم کنم تا رو هوا راه برم با این وضعیت. بعد من تو همین حالت اصلا فکر کنم خوابه، ساعت 1 شب بودی، فکر کردم خوابه، ولی خب عکسش هم هست. با همین حالت وین گرفتم. چرا؟ چون توی زون بودم، یعنی تو اون قسمت امن زون بودم، اینجا حرکت کنم راه برم، رفتم تو قسمت امن زون. انقدر یار البته کارم نداشتم دیگه، انقدر یارو دنبال من گشت، لفت داد. بچه تا حالا برای شما از این باگ‌های عجیب و غریب پیش اومده؟ اگه پیش اومده تو کامنت ها بگید و حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید.